این ملای زمانوی بوده کو. برادر عزیز اگر خودت عقیب مانده باشی این عیبی ما نیست. هر یک ملا، هر یک عالم دین، هر یک کسی که از حلال و حرام گپ میزنه باید که زمانوی باشه، باید که از احوال زمانه، از احوال جامعه خودش خوب آگاه باشه. و الا در اون مسائلی که مربوط به زمانه، مربوط به اهل جامعه هسته هرگز حقی گپزنی نداره. شما با جای دستگیری کردن تو سنگ میزنی. حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید گوشت علما را نخوره که گوشت علما مسمومه، زهرآلوده که شما را هلاک میکنه. یعنی گوشت خوردن مراد مقصد اینجا غیبت علما، تنقید توهین علما هسته. غیبت و تنقید علما را بس کنه، گوشت علما را نخوره که گوشت علما زهرآلوده شما را هلاک میکنه.